اگر انسان در یک روز، یک شبانه روز اگر 8 ساعت خواب کند، تقریبا اگر عمر انسان 60 سال عمر بگیریم، چون که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میگه که امت من میگه بین 60 تا 70 و از اون که از زیاد که بگذرد کم است میگوید. تقریبا انسان اگر 60 سال عمر بیند، این یک مثال هست. اگر هر روز کرده اون نفر 8 ساعت اگر خواب کند، در 60 سال عمرش 20 سالش در خواب میگذرد. تقریبا 20 سال عمر در خواب میگذرد. اگر در یک شبانه روز اگر 8 ساعت کار کند، از پس کار و زندگی شود، اگر 16 سال عمرش در کار میگذرد. اگر در یک روز 3 وقت میخورد یا 4 وقت میخورد، مثلا اگر که 1 ساعتی صرف کند، اگر در یک شبانه روز 1 ساعتش اگر در خوردن صرف شود، 2 سال عمر او در خوردن میرود. اگر در یک شبانه روز اون نفر 1 ساعتش اگر در حاجت خانه، یعنی که بیت الخلا بگذرد، اگر 2 سال اون در بیت الخلا میگذرد، در حاجت خانه میگذرد. یعنی که همین خیلی حساب کنید، اگر در یک شبانه روز اگر اون در اینترنت، در تلفن 1 ساعت اگر گپ زند، اگر 2 سال او در اینترنت و در گپ زنی میگذرد. اگر در یک شبانه روز اگر 1 ساعت قد یکم دوستاش صحبت کند، اگر 1 ساعت اگر بگذارد، 2 سال اون بگیم قطعی در صحبت میگذرد. و 6 سال اول اون نفر، هر یک نفر 6 سال اولش حالت کودکیش است. و اگر دانشگاه و مکتب و این چیزها بخونند، اگر 4 سال یا که 6 سال او تقریبا در دانشگاه و در خواندن و در طلبگیش میگذرد. یعنی که در حیات انسان حساب کردن اهل علم اصلا عبادت باقی نمیماند، مگر اگر در یک روز 1 ساعت عبادت کند، 5 وقت نمازش بخواند، اگر تقریبا اون 2 سالش در عبادت صرف میشد، خلاص. 60 سال انسان اگر عمر بیند، 2 سال اون در عبادت صرف میشد، خلاص. الله پاک میگه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسان ها و جن ها را خلق نکردیم مگر برای عبادت. اما عمر ما همین خیلی میگذرد که 20 سالش در خواب و 16 سالش بگیم که در کار و دیگر چه تقسیمات کردیم. یعنی که عمر ما همین خیلی میگذرد میراد، اما عبادت ما 2 سال عبادت، اگر عمر ما 2 سال در عبادت صرف میشود، خلاص. به همین خاطر ما چیکار کنیم که عمر ما پر در عبادت بگذرد و عمر ما در نزد الله ثواب نوشته شود؟ باید ما نیت خیر کنیم. هر کاری که میکنیم بر نیت خیر کار میکنیم، بگیم ما ان شاء الله که نفقه حلال پیدا میکنیم و برای فرزندان میخوانیم، در آینده فرزندان عالمای دین میشن، خدمتگارهای چی میشن، در خلق در مسلمان ها میشن ان شاء الله. و خواب که میکنیم، پیش از خواب کردن بگیم ما قوتی میگیریم ان شاء الله که ما در خواب ما استراحت میکنیم و ذکرها را میکنیم و دعا میکنیم. پیش از خواب وقتی خواب میکنیم، ما نیت ما باشه که ما قوتی میگیریم ان شاء الله برای عبادت، برای عمل کردن که نفقه خوب به دست بیاریم. گفته نیت ها را خیر کردن بکار تا اینکه کارهای ما، یعنی که زندگی ما به عمل خیر نوشته شد در نزد الله پاک.